از سیاست‌های این شرکت هست که فرصت را برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم می‌کنند و این اعتماد را به وجود می‌آورد تا بتواند نیازهای داخلی به وسیله شرکت‌های داخلی تأمین شود. بسیار مفتخر هستیم که پتروشیمی شیراز به عنوان مرجع پتروشیمی‌ها در خدمت شرکت‌های دانش بنیان، علاوه خصوص شرکت نفت و گاز سر، همکاری پتروشیمی شیراز با شرکت نفت و گاز صرف قدمت چندین ساله داره که مبنای شروع کار با توجه به حمایت‌هایی که پتروشیمی شیراز با شرکت صرف در جهت تولید کاتالیست‌های داخلی داشت، با کاتالیست ریفورمر اولیه شروع شد و پس از نتایج مطلوبی که روی این کاتالیست به دست اومد در پتروشیمی شیراز و معرفی این کاتالیست به شرکت‌های دیگه، پروژه دوم که کاتالیست سنتز متانول بود کلید خورد. کاتالیست سنتز متانول در سال 1398 در واحد متانول لود شد. بعد از لود این کاتالیست، تبادلات اطلاعات فنی بین مجتمع و همکاران شرکت صرف همچنان ادامه داشت و رویژن جدید این کاتالیست در سال 1400 و رویژن بعد این کاتالیست در سال 1403 در مجتمع ما در حال لود است. فعالیت 10 ساله باعث شده است که تمامی کاتالیست‌های واحد آمونیا که استراتژیک هستند به وسیله شرکت‌های داخلی از جمله صرف تأمین شود که باعث شده علاوه بر این که نیازهای داخلی تأمین بشود و حتی باعث صادرات این کالای اساسی هم داشته باشیم.